درست کردن تنقلات خونگی یه چیز دیگه است. نشاسته گل رو با آب سرد مخلوط و از صافی رد می‌کنیم. شکر، گلاب و کره روی حرارت ملایم هم می‌زنیم تا به این شکل بشه. با دسته چرب از مواد تو دستگرد داخل پودر نارگیل می‌غلطونیم و یه گردو هم روش می‌ذاریم. برای رنگ قرمز به جای آب سرد من آب لبوی سرد اضافه کردم و مابقی مراحل را انجام دادم. برای رنگ زرد هم زعفرون دم شده. فقط برای رنگ سبز خیلی کم رنگ مجاز خوراکی سبز زدم. ببینید چقدر دلبر شد. درست کردن تنقلات خونگی یه چیز دیگه است. نشاسته گل رو با آب سرد مخلوط و از صافی رد می‌کنیم. شکر، گلاب و کره روی حرارت ملایم هم می‌زنیم تا به این شکل بشه. با دسته چرب از مواد تو دستگرد داخل پودر نارگیل می‌غلطونیم و یه گردو هم روش می‌ذاریم. برای رنگ قرمز به جای آب سرد من آب لبوی سرد اضافه کردم و مابقی مراحل را انجام دادم. برای رنگ زرد هم زعفرون دم شده. فقط برای رنگ سبز خیلی کم رنگ مجاز خوراکی سبز زدم. ببینید چقدر دلبر شد.